خدمت شما دوست عزیز. این مبحث در مورد نحوه اجرا کردن خطوط‌های دو سر نازک هستش. ببینید نوک مدادمون کاملا باید تیز باشه که بتونید این خطوط را اجرا کنید. کاملا تیز. ببینید به این صورت با این سر و این سر باید تیز باشه. اگه خاطرتون باشه در جلسه اول بهتون گفته بودم که این خطوطی رو تمرین کنید. خطوط صاف که به این صورت بودش رو گفته بودم تمرین کنید که بتونید تو مراحل ریش، مو و موژه زدن به مشکل بر نخورید. امیدوارم این تمرینات رو انجام داده باشید که الان در این مبحث داریم این کار رو اجرا میکنیم به مشکل بر نخورید. مجددا توضیح میدم نوک مداد کاملا تیز باشه. هر موقع دیدید گرد شده باید نوک مداد رو بتراشید و تیز باشه که بتونید این اجرا رو به خوبی در بیارید. ببینید دقیقاً این سر و این سر خطوط باید تیز باشه. ببینید فشار دست اول کم هستش، بعد فشار میدید و به تیزی میرسید. شاید اولش کمی اجرا کردن این خطوط واسهتون سخت باشه، ولی اگر با تمرین زیاد میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید دقیقاً انگار یه شما فرض کنید یه هواپیما، اینجوری براتون مثال بزنم که بهتر متوجه بشین. ببینید انگار یه هواپیمایی در حال حرکت هستش و یهو سرعت میگیره و به سمت جلو پیش میره. ببینید فشار دست کم و بعد فشار میده. ببینید یک مثل خطوطی که بهتون گفته بودن تمرین کنید یا سمت افقی یا عمود اینجوری نباشه. ببینید دقیقاً اولش فشار دست کم و بعد زیاد میشه به این صورت. ببینید این خطوطی رو امیدوارم بتونید انجام بدید و به صورت گندمی این کار رو میتونید انجام بدید. ببینید اندازه های هم ببینید دقیقاً این اندازه ها باید یکسان باشن. نگاه کنین و دو سر خطمونم کاملا نازک باشه. به این صورت این کار رو انجام بدید. این با فاصله های زیاد بود، گندمی که با فاصله های زیاد انجام میدید. ببینید دقیقاً دو سر نازک. ببینید کارتون نباید اینجوری در بیاد، نه اینکه اینجاش ضخیم باشه و اینجا نازک، چون که وقتی دستو پرت میکنی به خانه ها این سر خط نازک میشه و امکانش هستش که موقعی که دارین شروع میکنید این سر ضخیم تر بشه، بعد پرت که میکنید این سر نازک، یعنی اینجا ضخیم بشه اشتباه هستش. باید دو سر خط نازک باشه. و اگه توجه کنید به تار مو یا تار ابروهاتون ببینید سر و ته خط نازک هستش، تار موها دقیقا نازک هستن. خب این هم در مورد گندم هایی با فاصله های بیشتر. حالا گندم هایی با فاصله های خیلی کمتر، هرچه کمتر باشه بهتر، چون که میتونید توی اجرا کردن ابرو کارتون دقیقاً خوب اجرا بشه. این هم همینطور دو سر کار
باید نازک بشه. یکم براتون شاید اجرا کردنش سخت باشه، ولی با تمرین زیاد دقیقا میتونید این کار رو به خوبی اجرا کنید. می‌بینید حتی موقعی کشیدن سطح بالا رو که میکشم، پایین هم باید با بالا برابری کنه. ببینید و دو سر نازک. این هم در مورد گندمی نازک که فاصله های کمتری داشته باشه، گندمی بزرگ فاصله های بیشتری داشته باشه و خطوط دو سر نازک که سر و انتهای کار دقیقا باید نازک اجرا بشه. با تمرین بسیار میتونید این مراحل رو به خوبی در بیارید. ممنونم از شما.